2 روز خونه تنها بودم، مادرم اینا نبودن. رفتم سر یخچال 2 تا دونه تخم مرغ برداشتم واسه خودم نیمرو درست کردم. ظرفای خودمو شستم، لباس کثیفمو شستم، جارو برقی رو داشتم خونه رو یه جارو بزنم. گور بشوری نه مثل مادرت و همسرت که برق میندازه خونه رو. تازه همه این کارهایی که کردم کارهای شخصی خودم بوده، نظافت شخصی خودم بوده. واسه خواهر برادرم انجام ندادم، واسه اعضای خانواده‌ام انجام ندادم. به خدا خستگی دارم میمیرم. رب و ربم یکی شده. یعنی دوست دارم یکی از اعضای خانواده که میاد تو خونه کنار من میشینه نیمرو میخوره، 1000 بار از نیمرویی که من درست کردم تعریف بکنه. من درست کردم، دوست دارم بیشترین سهم غذا رو من بخورم. بعد حساب کنی این کار همیشگی یه زن خانواده است. صبحونه، نهار، شام. یکی زرش دوست نداره، یکی مرغ آبپز دوست داره، یکی مرغ سرخ کرده دوست داره، یکی بادمجون دوست نداره. واسه همه جداگانه غذا درست میکنه. کسی ناراحت نباشه. خودش غذا رو درست کرده، خودش کمترین سهم از اون غذا میبره. حساب کن خودش پای گاز بوده، غذا رو درست کرده، خودش میاره سر سفره رو جمع میکنه، ظرفا رو میشوره، لباستو میشوره، اتو میزنه. بابا یه سریاتون حال ندارین بشقابی که توش غذا خوردین رو ببرین تو آشپزخونه، اصلا نمیخواد ظرف بشوره. کجای قانون نوشته اینا وظایف زنه؟ خدا وکیلی قوای جسمانی مرد با یه زن مقایسه نکنید. به قرآن ماشاءالله به جون خانوما تو خونه یه جوری کار میکنن 100 تا مرد نمیتونن. یه مثال واسط میزنم، میری باشگاه 100 کیلو پرستینه میزنی، یه روز نرو باشگاه، بشین بغل همسرت، بشین بغل مادرت، 3 کیلو 4 کیلو سبزی خوردن پاک کن، کمرت میگیره دیگه نمیتونی پاشی، ولو میشی تو خونه. حساب کن تو با 100 کیلو وزن ولو میشی، زنت یا مادرت بلند میشه واسه تو چایی میاره. ایمانت که یه سری تازه بچه‌داری هم میکنن، خیلی هم پا به پای مردا دارن بیرون از خونه کار میکنن، بدون حقوق داره کار میکنه، بدون منت. اصلا روزی نیست بگی آقا من مریضم غذا نمیذارم، دلم گرفته. اصلا دل گرفتن واسه مادرها معنی نداره، واسه زن انگار معنی نداره. باید غذاشو درست کنه. بچه نمیفهمه دلم گرفته مامان غذا نداریم چیه. تو هر وقت دلت بگیری میری تو اتاق در میبندی، غذا نمیخورم، حال ندارم ببینمتون. مادرها کلا این سرباز لب مرزن، 24 دارن خدمت میکنن. هیچ کدوم اینا اصلا اذیتشون نمیکنه، چون با عشق دارن کار میکنن، خانواده‌شون رو دوست دارن. تنها چیزی که جیگرشون آتیش میزنه اینه که طرف از بیرون میاد میبینه مادرش همسرش خسته است، میگه حالا چیکار کردی؟ مگه کار خونم مگه کاره؟ یا بیرون جای من کار کن ببین کار کردن یعنی چی. زمانی اینو درک میکنی که خسته از سر کار اومدی خونه، کسی نیست جلوت چایی بذاره، نمیدونی شام باید چی بخوری، تازه باید بری غذا درست کنی، لباساتو بشوری. آره، دست و پای مادرتون رو ببوس، دست همسرتو ببوس که همچین شرایطی واسط فراهم کرد.